با کامنت در خدمت شما هستیم و مهمان خونه های شما عزیزان. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و امیدوارم این برنامه کامنت هم مورد توجهتون قرار بگیره. خب مهران با خبر شروع کنیم یا با کامنت؟ با هیچ کدوم. با چی این بار میخوایم با سوال شروع کنیم. بله بفرمایید. من سوالای جدی دارم که میخوام مطرح کنم. اول این چند کلیپ کوتاه رو با هم ببینیم، من سوالامو مطرح کنم. لازم میدونم به ملت بزرگ ایران تبریک عرض بکنم. چند تبریک به ملت عرض میکنم. پیروزی های عظیم ملت ایران و نیروهای مسلح با فرماندهی حکیمانه و شجاعانه رهبر انقلاب را به همه آحاد ملت ایران تبریک عرض میکنم. از اینم به حول و قوه الهی با موفقیت میریم جلو. ان شاءالله. قربونت برم. آقای خودت باش. عملیات موفق موشکی سپاه در پاسخ به تجاوز آمریکا و ایستادگی آتش بس را به دشمن تحمیل کرد. آقا من میخوام دلیل این تبریک پارتی که اینا را انداختن رو بپرسم. آقا کدوم موفقیت، کدوم پیروزی، درباره چی دارن حرف میزنن اینا؟ یعنی شک داری؟ نه میخوام ببینم از کجا آوردن اینو. ببین تو باید زاویه دیدت عوض کنی. اگه از بالا نگاه کنی بله تأسیسات هسته‌ای بمب خورده منهدم شده، اما اگه از پایین مثل رژیم نگاه کنی این تأسیسات هسته‌ای بوده که در مسیر بمب‌های آمریکایی قرار گرفته و بمب‌ها رو منهدم کرده. 13 بمب آمریکایی الان کجاست؟ دود شد رفت هوا. عجب. چطوری تو میخواستی این 13 تا بمب سنگرشکن که تو یکی از ایالت‌های آمریکا بود مدت‌ها هم اونجا بود کسی منهدم، چطوری با چه طریقی می‌خواستی از بین ببری؟ ضربه از این بالاتر. ضربه از این بالاتر. تو از پایین نگاه نمی‌کنی، از بالا از اون بمب افکنه نگاه می‌کنی. من از این پایین نگاه کنم. این پاسدار قاآنی میگفت باید دقت کنی. بله همیشه میگفت. حالا قاآنی خودش زنده است یا مرده؟ دیگه باید دقت کنی. باید دقت کنی. این میگفت باید ببینی اینجوری باید دقت کنی. بعضی دوستان تو خیابون ما رو میبینن میگن خب چی کار میکنین؟ جواب به هر کدومشون میگیم یک کم دقت کن. میرن دقت میکنن میفهمن چه خبره. خاطر همین بهش میگن سلطان دقت. بله. حالا این مجموعه تبلیغات رژیم سر پیروزی اینا رو که من میبینم یاد اون سکانس معروف اون فیلم ایرانی میفتم که میگفت ما به همه گفتیم زدیم. ما به همه گفتیم زدیم، شما هم بگید زده، خوبیت نداره. دقیقاً مثل همون سکانسه. کلم جیبم که برم و بیام چشم وای کنم نمت خونم. حالا ما همه گفتیم زدیم، شما بگید زده. آره خوبیت نداره. خب بسیار خوب. این از سوال اول. حالا میریم سراغ سوال بعدی. سوال اینه که این عظما با این نظام لت و پارش چطوری تونسته این همه موفقیت و پیروزی به دست بیاره؟ با چه مکانیزمی؟ به این فکر کردی اصلا؟ فکر کردم جوابشم گرفتم. دقیقاً با استفاده از 5% توان نظامیش. اینو منم نمیگم، سرتشتک نقدی میگه. گوش کن. یعنی فقط 5%. فقط 5%. صلاحا من اینو به شما عرض میکنم که ما کمتر از 5% توان دفاعی کشورمون وارد عمل شد. نه اینکه خرج شد، 5% از واحدهامون درگیر شدن با دشمن. یعنی اگه بخواد کسی برآورد و ارزیابی بکنه توانهای اصلی ما دست نخورده همینطور هستن، یعنی اصلا وارد درگیری نشدن. فقط جای یه سوال میمونه که شما چه اتفاق دیگه‌ای باید بیفته براتون که اون 95% رو استفاده کنید؟ چرا آخه فقط از 5% استفاده کردی؟ خب برای کی نگه داشتید اون 95%؟ احتمالاً اینطور که خودشون میگن برای روزش نگه داشتن. همین پاسدار نقدی هم میگه تازه میخوایم یه بلاهای اساسی سر هواپیمای B-2 آمریکا هم بیاریم. مثلا با یه شارلاتان بازی و مثلا هارتوفورت و یه دو تا فلان با مفکن من B-2 دادم فلان B-2 میدیم روزش میگیم B-2 چه برای سرش میاریم. سوال اینه چجوری میخوان سر این B-2 بلا بیارن؟ با چه تکنولوژی؟ فکر اونجاش هم کرده صنایع نظامی. قرار این دفعه ترکیبی از بسیجی که بسته میشه به موشک‌ها
و خود موشک، یعنی یک فرمند بعد موشک یک رأس بسیجی ترکیب میشه از یک موشک هوشمند، خودش مستقیم بره سمت دوگانه سوز. یعنی دوگانه سوز یعنی اون بسیجی قرار فکر نقش هوشمند موشک رو بازی کنه. آها. وقتتون بخیر. سلام بفرمایید. با توجه به اینکه ترامپ اهانت و توهین کردن به رهبریمون، یه جمله بخواید به ترامپ بگین چی میگین؟ من یه ایرانی ام، لازم باشه موشکو ببندم به خودم بزنم رو سرت، میزنم میام رو سرت، کار تمومه مثل بر 1000 تا. حالا با این حساب ما نفهمیدیم این پاسدار نقدی اومده بود توی تلویزیون خامنه‌ای مصاحبه کنه، شفاف سازی کنه، روحیه بده به بسیجی‌ها، اومده بود رکورد پرت و پلاگویی بشکنه. البته رکورد شکستن رکورد پرت و پلاگویی توی رژیم کار ساده ای نیست. اینقدر که دست زیاده. بله. البته یکی از سر پرت و پلاگوها که سلامی بود الان رفت. اون حاجی زاده هم همین تو همین مایه ها بود. خب حالا بعد از همه این موفقیت ها و پیروزی هایی که رژیم کسب کرد، بریم سراغ هدف گذاری های بعدیش. استراتژی جنگی بعدی نظام چیه؟ بعد از این میخوان به چه پیروزی ها و موفقیت هایی برسن؟ میدونی شما؟ هدف بعدیشون گروسی. گروسی کشوره؟ نه بابا. قدرت منطقه‌ایه؟ نه بابا. قدرت بین‌المللیه؟ نه، آقای رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که یک نهاد نظارتی است و اجرایی هم نیست، الان همه آدمای رژیم، از امام جمعه ها، از سرپاسدارا، از نمیدونم شریعت مداری کیان، از همه حملهشون شده به گروسی. دیواری کوتاه‌تر پیدا نکردن. اونم زمانی که البرادعی قابل مقایسه با این مردک گروسی نیست. نه، گروسی که اصلا جاسوس آمریکا، جاسوس اسرائیلی هست. این آقای گروسی یک جاسوسه، ایشون حق ورود به ایران نباید دیگه داشته باشه. آقای گروسی حقیقتاً در این جنگ 12 روزه نقشی داشته که موجب این جنگ شده، موجب اطلاعات اشتباهی به عرصه بین‌المللی و به آژانس ابلاغ شده. ای بابا، با گروسی چی کار دارن اینا؟ گروسی چی کار کرده مگه؟ گروسی یک کاری کرده که اگه از همه چی بگذرن از این کارش نمیگذرن. چی کار کرده؟ مثلا گزارش تند و تیز داده؟ دوری نه جواب بده، گفته گوش کن، بدترین کار گروسی اینه. آقای گروسی اومده چای ما رو خورده، پلوهای ما رو خورده، مرغای ما رو خورده، سوغاتی ما رو برده، غارت کرده، دزدیده، همه بادم بهمون خیانت کرده. خب نمیشه که اینجوری. عجب. پس مشکل تو اون غذاها و سوغاتیاست. ولی حالا نتیجه این تهدیدا و شاخگوشونه کشیدن ها چی شد در نهایت؟ آقای گروسی مثلا جا زد گفت من نیستم دیگه؟ چیه داستان؟ نه، جا که نزد. تمام این طرفای حساب اومدن پشت گروسی، گفتن که حواست باشه خیلی دور ور نداری. یعنی یه جبهه‌ای رو متحد کرد اتفاقا پشت همین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که آقای گروسی مدیر کلیشه. خب حالا از اینجا به بعد چی میشه داستان؟ از اینجا به بعد یعنی سیاست بعدی رژیم چیه؟ بله، اونم اعلام. تو چقدر سوالای ساده بود، من جواباشو میدونم. از اون وارد سیاست ابهام هسته‌ای میشن. آها، این جدیده. جدیده. آقای ترامپ، آقای گروسی و همه اونهایی که میخواستید مردم ایران لطمه بزنید، ما وارد سیاست ابهام هسته‌ای شدیم. ما اراده بکنیم هر سطحی از غنیسازی رو بخوایم انجام میدیم، به هر میزان که مواد نگه داریم، به هر کشوری که خواستیم صادرات کنیم و از هر کشوری خواستیم واردات انجام بدهیم، در هر جا که دلمون بخواد تأسیسات ایجاد میکنیم. سیاستمون رو در خصوص NPT تغییر خواهیم داد و به هیچ کس هم پاسخگو نخواهیم. این کی بود؟ این که اینو میگه فکر نکن نفر وزارت خارجه است یا نفر شورای عالی امنیت رژیم. این مجریه. تو رژیم ابر استراتژیاشون همین مجریای دوزاریشون میگن. از زبون اینا میگن. حالا ابهام هسته چیه؟ یه جوری میگه ابهام هسته انگار تا الان خیلی شفاف بودن، همه چی رو میگفتن، مشکلی نبوده. بابا اگه این مقاومت اتمی شما رو افشا نمیکرد که الان عظما به جای سوراخ موش تو شاخ آفریقا نشسته بود، برای همه دنیا داشت شاخشونه میکشید. خب بابا چه خبر از عظما؟ تو این داستان نشکشیام نیومد که. چی میگه نیومد؟ اومد؟ حضور ملموس. پس باز باید من دقت میکردم. آره این دقت رو نمیکنی، نمیدونم چرا. حضور مادی ملموس فیزیکی
حضور داشت منتها مقوایی، اقتدارم با خیلی هم با اقتدار بود، مقواشون خیلی با اقتدار بود. اقتدار مقوایی. بله. عکس رو نگاه کن. منتها این عکس اگه نگاه میکنی خمینی و رئیسی که الان اون دنیا تو جهنمن، احتمالاً عظما نقش مسیر خودش رو ترسیم کرده که با وسط این دوتا رفته پیشواز. رفته پیشواز. این همونه که مردم هم گفتن و نوشتن که یا ایها الناس عظما مقواست. حالا من رفتم سرچ زدم یه عکسی از جوونی اینا هم پیدا کردم، نه جوونی اون اصلی، اون جوونی طلبگیشون همین سه نفر ببینیم اونم. خب بابک بریم سراغ کامنت یک جمله ای. این همه جمله گفتیم. بله. و باز هم جمعیت فتوشاپی عکسی که ظریف برای نشکشی پاسدار سلیمانی منتشر کرده بود و بعد از 6 سال دوباره منتشر کردن به عنوان عکس نشکشی این پاسدارا. ببین یه چیزی بگم، رژیم ممکنه از غنی سازی کوتاه بیاد، بگه بریم توی کشور دیگه غنی سازی کنیم، ولی از صنعت فتوشاپ کوتاه نمیومد. این جنگ 12 از اون نشون داد اگه یه جاهای ضربه خورده ولی این صنعت ضربه نخورده. کما فی سابق داره کار میکنه. صنعت فتوشاپ با مصارف صلح‌آمیز حق مسلم عظماست. کامنت این هفته هم تموم شد، ما موندیم و حرف پایانی. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار. شاد و سرفراز باشید. کامنت